این قسمت می‌خوایم با نرم افزار یا مرورگر تور آشنا بشیم و ببینیم که چطور میتونیم به دنیای دارک وب دسترسی داشته باشیم. قبل از همه چیز شما نیاز دارید که نرم افزار تور رو از سایت torproject.org قسمت دانلود برای سیستم عامل مورد نظرتون دانلود کنید که من از قبل برای ویندوز دانلود کردم و اون رو نصب شده دارمش. ابتدا یه توضیحی در رابطه با تور بدم. تور یا The Onion روتر پیازی به این مفهوم هستش که کلاینت ما از یک شبکه پیر تو پیر استفاده میکنه و از یه تعداد نود عبور میکنه تا به مقصدش برسه و هدف این هستش که شما در این دنیا، در این در واقع شبکه به صورت مخفی بتونید سایت هایی رو ببینید. به اون نودی که اجازه میده وارد شبکه تور بشیم میگیم entry نود. بعد ریلی هامون رو داریم و یک نود اجازه میده از اون شبکه خارج بشیم به سمت مقصدمون و ترافیک شما در این شبکه به صورت انکریپتد هستش. خب نرم افزار تور رو اجرا میکنیم. در این قسمت حتما باید دقت کنید که سایز پنجره رو مکسیمایزش نکنید، چون ویو پورت یا در واقع پارامتری که شما به سمت سایت های مقصد میفرستید و رزولوشن صفحه خودتون رو اعلام میکنید عوض میشه. برای حد اکثر بودن انونیمیتی هیچ وقت باید این صفحه رو مکسیمایز نکنید. اولین بار وارد قسمت کانفیگر کانکشن میشیم. تست میکنم که آیا اینترنت کانکتیویتیم اوکی هست یا نه. یه تیک میزنه بله آنلاینیم. میام قسمت پایین. اینجا شما با مفهومی مثل بریج آشنا میشید. بریج در واقع همون پل‌هایی هستن که ما رو به این شبکه متصل میکنن. این قسمت پایین یه قسمتی هست به اسم add a new bridge. ما از بریج های داخلیش میتونیم استفاده کنیم. بریج OBFS 4، Snowflake یا میک آژور که توضیحاتش رو تو هر در واقع آیتم نوشته. من از OBFS 4 استفاده میکنم و این پایین قابلیتی داره به اسم request bridge. یه کپچا میاد. این کپچا رو وارد میکنید و در واقع یک بریج جدیدی رو از شبکه تور درخواست میکنید. و بریج هایی که هستن اینجا براتون نشون میده. از پروتکل OBFS 4 استفاده میکنه. این IP مقصدی هستش که بهش متصل میشیم و شماره پورت نامبرش. بریج های متفاوتی هستن. من کانکت رو میزنم. منتظر میشیم تا به این شبکه کانکت بشیم. خب متصل شدیم. نکته‌ای که هستش حتما سعی کنید همیشه از آخرین نسخه مرورگر تور استفاده کنید و همینطور که میبینید یک فایرفاکس کاستماایز شده هستش، چون فایرفاکس یک پروژه اوپن سورس. خب یه تعداد میخوام آدرس براتون معرفی کنم، از جمله یکی از جالبترین سایت هایی که تا حالا دیدم این هستش. تور در ورژن های قبلی برای دسترسی به دارک وب از سایت هایی که با 16 کاراکتر بودن استفاده، یعنی URL تون 16 کاراکتر بود با پسوند .onion. ولی در نسخه های جدید میبینید که تعداد کاراکترها زیاد شده. اگر اشتباه نکنم 56 کاراکتر هستش. خب اولی کپچا داره. کپچا رو وارد میکنیم، ولیدیت رو میزنیم. همینطور که از اسم این سایت مشخصه، این سایت 435 میلیون تا دامپ فیسبوک رو داره. برای مثال یه اسمی رو وارد میکنم، فرضاً علی. اگر شهرتش رو میدونید میتونید وارد کنید، شماره تلفن، کار و در واقع توضیحات ورکش و لوکیشن. من چیزی وارد نمی کنم، میگم اونایی که استاتوسشون سینگل بوده و فرضاً میل بودن. سرچ فیسبوک رو میزنم. تمامی اونهایی که با اسم علی شروع شدن برا ما میاره. نیم، لاست نیم، جندر یا همون جنسیتشون و اینکه ریلیشنشون رو فاز سینگل بوده. اگر بیام این ورتر میبینید که هوم تاونشون، لوکیشنشون و حتی کانتری رو هم براتون نشون میده و مهمتر از همه این هستش که شماره موبایل این اشخاص رو براتون نشون میده. خب سایت های دیگه هستن برای خرید فروش اسلحه، برای هکرها، برای استخدام هیتمن و مهمتر از همه اینها موتور جستجوی این دنیا که اصطلاحاً بهش میگیم تورچ یا تور سرچ هستش. من اینو کپی میکنم لینک رو و در یک تب جدید باز میکنم. شما دنبال هر مطلبی که باشید میتونید از
سایت تورچ جستجو کنید. در این قسمت نمیشه search for anything، میتونید هر چیزی که دوست دارید رو اینجا جستجو کنید. فقط توصیه‌ای که دارم وارد هر سایتی نشید، این دنیا دنیای خطرناکی هستش. حتما روی سیستم این رو اجرا کنید که اطلاعات شخصی ندارید، ترجیحاً روی یک VM این کار رو انجام بدید و اگر اون VM لینوکسی باشه خیلی این قضیه بهتر و امن‌تر هستش براتون.